آدمایی هستن بعد از حرف زدن یا درد و دل باهاشون حالت بهتر میشه. حتی شاید نتونن مشکلت رو حل کنن، حرف خارق العاده و فوق العاده هم شاید نزنن، فقط یه حسی داری بهشون که اون حس اینه که انگار واقعا فهمیده شدی. خب برعکس همین هم در ارتباط با یک سری آدمای دیگه هست. کنارشون درد و دل میکنی، توضیح میدی، حرف میزنی، ولی آخرش یه جور عجیبی احساس تنها تری میکنی. انگار صدات شنیده شده اما خودت فهمیده نشدی. به نظرم خیلی از رابطه ها نه با دعوا خراب میشن نه با بی احترامی. آهسته تر از این حرفا از بین میرن وقتی انسان ها حس فهمیده شدن رو از دست میدن. من ابراهیم مولایی هستم و اینجا قدرت ارتباطات از رسانه ارتباطگر. ارتباطگر، پنجره‌ای به دنیای روابط عمومی. امروز میخوام درباره مهارتی حرف بزنیم که اکثرا فکر میکنن بلدن، ولی واقعیت اینه که بیشتر ما هیچ وقت واقعا یادش نگرفتیم. درباره همدلی میخوایم صحبت بکنیم. نه همدلی شعاری، نه همدلی اینستاگرامی و نه اون مدل جمله های آماده که زیر هر پست می نویسن، مثلا تو بهترینی یا همه چی درست میشه. منظورم یه چیز عمیق‌تر، این که آدم ها کنار تو حس کنن مجبور نیستن برای احساسشون توضیح اضافه بدن. به نظرم یکی از دلایلی که خیلی از ما تو همدلی ضعیفیم اینه که از بچگی بیشتر یاد گرفتیم که جواب داشته باشیم تا حضور. یکی ناراحته، زود یه راه حل بده. یکی دلخوره، آرومش کن. یکی تحت فشاره، سریع افکار مثبت بهش بده. انگار سکوت کردن کنار احساس یه آدم برامون سخت شده. مثلا یکی میگه واقعا خسته شدم، بریدم، و ما فوری میگیم که نه بابا تو که خیلی قوی هستی. یا میگه حس میکنم دیده نمیشم و ما سریع جواب میدیم بابا داری سخت میگیری، ول کن تو رو خدا. نیتمون بده؟ نه، اتفاقا خیلی وقتا میخوایم کمک کنیم، اما مشکل اینجاست آدمی که هنوز احساسش دیده نشده معمولاً آمادگی شنیدن راه حل رو نداره. یه سوء تفاهم مهم این وسط هست. خیلیا فکر میکنن اگه با احساس یه نفر همدلی کنی یعنی حتما داری تاییدش میکنی، در حالی که نه، همدلی موافقت نیست. ممکنه تو رفتار یه نفر رو درست ندونی ولی هنوز بتونی بفهمی چرا ناراحته. ممکنه با تصمیمش مخالف باشی ولی دردش رو واقعی بدونی. این دوتا خیلی فرق دارن، پس لطفاً دچار سوء تفاهم نشید. یکی توی محیط کار میگه که حس میکنم زحمتم دیده نشده. واکنش که معمولاً داریم چیه؟ نه بابا اینطور نیست، حالا زیاد سخت نگیر. ظاهرش مثبته ولی گاهی معنیش اینه احساسی که داری معتبر نیست. اما یه پاسخ همدلانه میتونه اینطوری باشه، بگی بهش وقتی آدم زحمت میکشه و حس میکنه دیده نشده واقعا میتونه فرسوده کننده باشه و درکت میکنم که ناراحت باشی. با این همدلی من نگفتم حتما تو راست میگی، فقط تجربه احساسیش رو دیدم و خیلی وقتا همین شروع یه گفتگوی واقعیه. یه اشتباه دیگه هم هست. ما گاهی ترحم رو با همدلی اشتباه میگیریم. ترحم از بالاست، یعنی من این بالا وایسادم دارم به تو نگاه میکنم و میگم آخه بیچاره. اما همدلی کنار آدم وای میسته، نه بالای سرش. ترحم فاصله میسازه، همدلی همراهی. بذار چند تا جمله خیلی رایج رو با هم ببینیم و بشنویم. جمله اول، بی خیال. این جمله گاهی بیشتر از این که آروم کنه طرف مقابل رو کوچیک میکنه. جمله دوم، از این بدترش برای من پیش اومده. یعنی طرف هنوز وسط درد خودشه، ما سریع پرونده زندگی خودمون رو باز میکنیم و ناخواسته
مرکز گفتگو عوض میشه. جمله سوم، تو زیادی حساسی. این یکی خطرناکه. فقط احساس یه آدم رو رد نمیکنه، بهش این پیام رو میده که مشکل از خود توئه که اینطوری حس میکنی. در حالی که ممکنه برداشت یه آدم کامل نباشه، ممکنه همه واقعیت رو ندیده باشه، اما احساسش برای خودش مطمئنا واقعیه و اگر همون اول به احساسش حمله کنیم، گفتگو عملا همونجا تموم میشه. به نظرم یکی از بالغ‌ترین مهارت‌های ارتباطی اینه که بفهمیم همه آدم‌ها در تمام لحظه‌ها دنبال راه حل نیستن. گاهی فقط میخوان که مطمئن شن کسی هست که بدون عجله، بدون قضاوت کنارشون حاضر باشه. دوست خوب من یه جمله خیلی ساده هست که به نظرم کیفیت خیلی از رابطه ها رو عوض میکنه. دوست داری فقط گوش بدم یا با هم دنبال راه حل بگردیم؟ این جمله به آدم ها حس احترام میده، چون به جای اینکه کنترل گفتگو رو بگیری، بهشون حق انتخاب میدی. حالا بذار یکم حرفه‌ای‌تر به موضوع نگاه کنیم. با صحبتایی که داشتم احتمالاً فکر کنید همدلی فقط برای روابط عاطفی هست. خیر، توی محیط کار هم یکی از مهمترین مهارت هاست. مثلا یه همکار کاری رو دیر تحویل میده. واکنش سریع ممکنه این باشه: بازم بی‌نظمی؟ اما واکنش همدلانه الزاماً یعنی سختگیری؟ نه. همدلی یعنی قبل از قضاوت زمینه رو بفهمی. مثلا بپرسی: میخوام بفهمم چی باعث شد کار عقب بیفته. توجه کن، اینجا هنوز مسئولیت سر جاشه، اما فرد قبل از برچسب خوردن دیده میشه و این توی مدیریت، توی روابط عمومی، توی رهبری فوق‌العاده مهمه. به نظرم روابط عمومی بدون همدلی خیلی وقتا تبدیل میشه به دپارتمان جوابدهی رسمی. همون متنایی که میگن ضمن احترام به افکار عمومی و فلان، در حالی که مخاطب فقط اطلاعیه نمیخواد، میخواد بفهمه آیا واقعا نگرانی من دیده شدنه. این تفاوت تبلیغات با ارتباطاته. تبلیغات فقط پیام منتقل میکنه، ارتباط رابطه میسازه. یه بخش مهم دیگه هم هست که کمتر دربارش حرف میزنیم. همدلی فقط برای درد نیست، برای شادی هم هست و جالبه خیلی وقتا همدلی با شادی دیگران از همدلی با ناراحتیشون سخت‌تره. یکی خبر خوب میده، ما سریع خبر خودمون رو میاریم وسط. یکی موفق شده، ما فوری شروع میکنیم به مقایسه کردن با خودمون، در حالی که گاهی بالغ‌ترین واکنش اینه که فقط بگی واقعا خوشحال شدم برام. البته با احساس خالص، چون طرف مقابل سریع حست رو میگیره و مهمتر این که در حد همون واکنش بمونی، نه سعی کن رقابت داشته باشی و نه مقایسهش کنی. حالا یه نکته خیلی مهم: همدلی بدون مرز میتونه آدم رو فرسوده کنه، مخصوصا اگر مدیر باشی، معلم باشی، روابط عمومی باشی یا کلاً زیاد با آدم و سر کار داشته باشی. همدلی سالم یعنی من درد تو رو میبینم، اما نه اینکه باید کل درد تو رو روی دوش خودم بکشم. این دوتا تفاوت دارن. تو لازم نیست هر بار که کسی ناراحته از درون فرو بریزی تا بهش ثابت کنی آدم همدلی هستی. گاهی مهربانترین کار اینه که کنار آدم ها باشی بدون اینکه خودت رو گم کنی. شاید همدلی واقعی آخرش این باشه: این که آدم ها کنار تو مجبور نباشن برای احساسشون مدرک بیارن، مجبور نباشن ثابت کنن که واقعا خستن، واقعا تحت فشارن، واقعا دلگیرن یا حتی واقعا خوشحالن. بعضی وقتا آدم ها دنبال آدمی که حل کننده مشکلاتش باشن نیستن، دنبال آدمی هستن که حاضر باشه و گاهی بعد از یک گفتگوی خوب
مشکل آدم شاید حل نشده باشه، اما سنگینی تنها بودنش مطمئنا کمتر شده و شاید بعضی رابطه ها فقط با همین نجات پیدا کنن. من ابراهیم مولایی هستم و این قسمت جدید قدرت ارتباطات از رسانه ارتباطگر بود. اگر این ویدیو برات مفید بود، لطفاً برای کسی بفرست که فکر میکنی این روزها بیشتر از نصیحت به فهمیده شدن نیاز داره. و یادت نره، گاهی آدم‌ها بیشتر از این که دنبال جواب باشن، دنبال اینن که یکی واقعاً اونا رو بشنوه.